حلقه طلایی اسم تو روش نوشتم، میخوام بیام دستت کنم بیای تو سر نوشتم. با این پیش مقدمه میخواستم بگم یه خانومی به من پیام داده، میگه آقای پهلوان 2 سال با وکیلم وارد رابطه شدم و میخوام باش ازدواج کنم، به نظر شما با ایشون ازدواج کنم یا نه؟ میگم خب بفرمایید معیار ازدواجتون با ایشون چی هست؟ میگن اولا شنیدم وکلا خوب پول در میارن، در ثانی من پرونده‌ای دست ایشون دارم که مدت 5 ساله که ایشون روی این پرونده خوب کار میکنن. میگم از این بابت که دستشون درد نکنه، ولی فکر نمی کنید اینها معیارهای خوبی از طرف شما برای ازدواج با ایشون نباشه؟ میگن برعکس، من فکر میکنم وقتی ایشون روی پرونده من این همه وقت میذاره و کار میکنه، وقتی با من ازدواج بکنه که دیگه نگید. میگم اگر واقعا معیار انتخابتون اینه، به این نکته مهم هم توجه داشته باشید که این وکیلنماها که با موکلینشون ارتباط برقرار میکنن به طور متوسط در ماه 10 تا 20 پرونده مشابه دارن که روی همشون به این خوبی کار میکنن. با این حساب فکر میکنید ایشون هنوز هم بخواد با وکیلش ازدواج کنه؟ خرابش کردی هرچی ساختم